سلام. توی این ویدیو میخوایم درباره یه موضوع خیلی مهم و پرچالش در معاملات مالی امروزی صحبت بکنیم. واریز وجه به حساب اشخاص ثالث. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که از شما بخوان پول معامله ای رو یا فروش کالایی رو یا خرید کالایی رو به حساب شخص دیگری به غیر از طرف اصلی اون معامله واریز بکنید. مثلا فرزند فروشنده، کارمند شرکت یا حتی مثلا حساب مشاور املاک به جای حساب مالک ملک. توی این ویدیو با هم چند تا موضوع رو بررسی می‌کنیم. بحث تعریف شخص ثالث در معاملات رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. 10 تا مثال براتون می‌زنیم. 10 تا مثال رایج از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث. پیامدهای حقوقی این 10 مصداق رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. پیامدهای کیفریش رو با هم دیگه می‌بینیم. بحث پیامدهای بانکی و اعتباری و پیامدهای مالیاتی این حرکت رو می‌بینیم. موانعی هم در پیگیری حقوقی و اثبات دعاوی در این مواقع اتفاق می‌افته. بخشنامه‌های بانکی رو کوتاه با هم بررسی می‌کنیم. راهکارهای حقوقی و پیشگیرانه و نقش وکلا در این حوزه رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که شما بتونید به یک اجماع خوب به یه علم خوب برسید و این عمل رو تا جایی که امکان داره جلوش رو بگیرید و انجام ندید. واریز وجه به حساب اشخاص ثالث موضوع اصلی ماست. شاید برای شما پیش اومده باشه که بخواید پول معامله ای رو به جای طرف اصلی معامله به حساب شخص دیگه ای بریزید. مثلا فرزند فروشنده، کارمند شرکت یا حتی حساب شخص مشاور املاک به جای مالک. این کار اگرچه گاهی ساده‌تر به نظر میرسه اما میتونه شما رو وارد دردسرهای بزرگ حقوقی، مالیاتی و حتی کیفری بکنه. بریم با هم بررسی بکنیم چرا این موضوع اینقدر حساسه. اولین موضوعی که با هم دیگه بررسی بکنیم اینه که شخص ثالث کیه؟ شخص ثالث کسی است که توی قرارداد یا معامله حضور نداره، یعنی اسمش نیست، امضایی نداره، توی فاکتوری که صادر شده جزو هیچ کدوم از طرف‌های فروشنده و خریدار نیست، ولی پول معامله قراره به حساب اون واریز بشه. مثلا طرف اصلی فروشنده است ولی پول میره تو حساب برادرش یا میره تو حساب کارمندش. 10 تا نمونه واقعی از واریز به حساب شخص ثالث رو اینجا ما برای شما به عنوان مثال آوردیم که شما ببینید و معمولا هم تاکنون با این موضوعات برخورد کردید و چالش‌های همین موارد پرتکرار رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. مورد اول این که فروشنده میگه که پول رو بریز مثلا به حساب پسرم، به حساب برادرم. یه ملکی رو فروخته یا یه مالی رو فروخته، میخواد پول به حساب دیگری واریز بشه. شرکت میگه آقا پول رو واریز کن به حساب کارمندمون. چرا؟ چون نمیخواد فاکتور رسمی صادر کنه، مثلا بحث مالیات پیش میاد. فروشگاه آنلاین شماره کارت یه شخص دیگر رو میده. پیمانکار میگه آقا پول واریز بشه مثلا به حساب مشاور قرارداد. مشاور املاک میگه آقا پول رهن رو به جای اینکه به حساب مالک بریز به حساب من. شریک میگه آقا پول مشارکت رو بده به دوستم. یعنی چی؟ یعنی دو نفر با هم دیگه شریکن، میخوان یه کاری رو انجام بدن، این متعهد قرارداده ولی پول رو به حساب شریک دیگرش واریز میکنه. شرکت برای دور زدن محدودیت‌های بانکی از حساب اشخاص دیگه استفاده میکنه. انتقال وجه واریزی به حساب خارج از کشور و یک فرد دیگه هم یکی از مصادیق همین قضیه است. مورد بعدیش که خیلی پرتکراره اینه که یکی از وراث در معاملات خانوادگی وجه حاصل از فروش مال الورثه رو یا ماترک متوفی رو دریافت میکنه، در صورتی که اونجا همه اون وراث متعهد هستن و باید پول به حساب تک تک اون وراث واریز بشه. در مناقصات گاهن مناقصاتی که حالا شرکت‌های خصوصی برگزار میکنن، وجه ضمانتنامه میره به حساب واسطه. شاید این موضوع ساده به نظر بیاد ولی هر کدوم از اینها میتونه زمینه‌ساز یک مشکل جدی باشه. این 10 تا مثالی که ما برای شما زدیم بسیار پرکاربرده، بسیار پرتکراره و تاکنون پرونده‌های متعدد و پرتکراری تو این حوزه‌ها داشتیم. بیایم پیامد حقوقی این 10 تا مثالی که زدیم رو با هم دیگه بررسی کنیم. فرض کنیم توی یکی از این موارد مشکلی پیش بیاد. مثلا کالا تحویل داده نشه یا سند ملک زده نشه. اون وقت چی میشه؟ مثالا رو با هم بررسی می‌کنیم. خریدار یه مالی رو خریده، پول رو داده به پسر فروشنده، ولی فروشنده اینجا میگه آقا من پولی نگرفتم، تعهدی بابت تحویل کالا ندارم. کارفرما پول قرارداد رو داده به یکی از نیروهای پیمانکار، به حساب یکی از نیروهای پیمانکار پول رو واریز کرده، اما پیمانکار میاد میگه اینجا آقا من ارتباطی با این موضوع ندارم و اون وجه باید در حساب خود من کارسازی بشه و چه خسارت‌هایی به بار خواهد اومد. خریدار اینترنتی پول رو واریز به حساب همسر فروشنده کرده، اما محصولی تحویل نگرفته و فروشنده هم میگه آقا من تعهدی ندارم، پول تو حساب من نیومده. پول یه پروژه
به جای اینکه بره به حساب پیمانکار اصلی، به حساب مشاور اون پیمانکار واریز شده و اینجا پیمانکار اصلی زیر بار تعهدات نمیره. یه ماشینی فروخته شده، پول ماشین داده شده به دلال، فروشنده اصلی میگه من نفروختم پس سندی منتقل نمیکنم. در فروش اون مال الورثه یا مترک متوفا یکی از وراث میاد پول رو میگیره، بقیه دیگه نمیان اسناد رو امضا بکنن، میگن ما پولی نگرفتیم پس تعهدی نداریم. سرمایه گذاری پول رو داده به شریک طرف مقابل، اینجا شریک اصلی که طرف قرارداد زیر بار امکان داره نره و مشکلاتی رو به وجود بیاره. کارمند شرکت پول رو گرفته، مدیر میگه من قرارداد ندارم، یا اگر قراردادی هم دارم باید پول به حسابی که تو قرارداد ذکر شده واریز بشه، نه پول به حساب کارمند. و اینجاست که چالش به وجود میاد. بدهی پرداخت شده ولی طلبکار میگه نمایندم اختیاری برای گرفتن اون مطالبات من از شما نداشته، شما باید پول به من پرداخت میکردید. ضمانتنامه در مناقصه از طریق شخص دیگه‌ای تأمین میشه، هیچ کس اینجا پاسخگو نیست و اون مشکلات حقوقی خاصی رو به بار میاره. تو همه این موارد شما ممکنه نه تنها به پولتون نرسید بلکه حتی دعوای حقوقیتون هم رد بشه، چون اسنادی برای اثبات ادعای خودتون ندارید. موضوع به این راحتی‌ها که فکر میکنیم نیست. امکان داره درگیر جرمی بشیم که دیگری مرتکب داره میشه اگر وجه رو به حساب طرف حساب مستقیم یک قرارداد یا یک معامله یا یک فروش واریز نکنیم. میخوایم پیامدهای کیفری این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. واریز وجه به حساب شخص ثالث، بله پیامدهای کیفری داره. جرم پولشویی، اینجا دیگه پای قانون وسط. طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، اگر وجهی ناشی از جرم باشد و شما اون رو مخفی کنید، منتقل یا پنهان کنید، وارد حیطه جرم پولشویی شدید. حتی اگر فقط پول رو به حساب یه نفر ریختید و بعد معلوم شد منشأش مشکوکه، میتونید به جرم تسهیل در پولشویی تحت تعقیب قرار بگیرید. طبق ماده 11 همین قانون مبارزه با پولشویی ممکنه تا حبس یا جریمه معادل 2 برابر اون مبلغ محکوم بشید. بانک مرکزی و نهادهای مالی هم اگر احساس کنن تراکنش مشکوکه میتونن حساباتون رو مسدود کنن و این رو گزارش بکنن به مراجع ذی‌ربط. بیایم پیامدهای بانکی و اعتباری رو در نظر بگیریم. بانک‌ها موظفن تراکنش‌های غیرعادی رو بررسی بکنن. اگه چند بار پولی به حسابی بره که صاحبش ربطی به شما یا معامله نداره، بانک میتونه اون حساب رو مشکوک بدونه و ممکنه اون حساب رو مسدود بکنه، رتبه اعتباری رو پایین بیاره، دسته چک یا تسهیلات نده. میریم پیامدهای مالیاتی این عمل رو بررسی بکنیم. عمل واریز وجه به حساب اشخاص ثالث. سازمان امور مالیاتی میگه اگه پولی به حساب کسی واریز شد تا وقتی خلافش اثبات نشه، اون پول درآمد اون شخص محسوب میشه. یعنی ممکنه به خاطر یه پرداخت ساده یه شخص مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین بشه. تازه اگه سند و مدرکی ارائه نکنه جریمه هم خواهد خورد. خب اومدیم و این عمل رو انجام دادیم، مثلا پول رو واریز کردیم به حساب شخص ثالث و درگیر یه سری موارد شدیم و خواستیم پیگیری حقوقی بکنیم. یه سری موانع در این پیگیری ها وجود داره. وقتی پول به حساب طرف اصلی نرفته باشه، قاضی از ما میخواد ثابت کنیم پرداخت با رضایت و اطلاع طرف اصلی بوده. اگه قرارداد، رسید یا فاکتور رسمی نداشته باشیم، احتمال زیادی هست که دعوای ما رد بشه و پس برای طرح دعوا هم دچار چالش هایی هستیم. مقررات بانکی مهم رو با هم بررسی میکنیم. طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها باید فقط تراکنش هایی رو بپذیرن که مستند به فاکتور رسمی، قرارداد یا رابطه اقتصادی واضح باشه. اگر تراکنشی مشکوک باشه باید گزارش کنن و اون حساب رو ممکنه مسدود هم بکنن. بیایم در هر موضوعی درست تصمیم بگیریم، در هر چالشی و در هر خواسته‌ای که نسبت به ما مطرح میشه، برای ما مطرح میشه، تصمیم صحیح بگیریم. بهترین کار پیشگیریه. پیشگیری با مشاوره امکان پذیره. راهکارهای پیشگیرانه اینه که پول در این گونه موارد فقط به حساب طرف قرارداد واریز بشه، یا شخصی که میخواد پول به حساب دیگری واریز بشه ذیل قرارداد پاراف بکنه که آقا به درخواست خود شخص من فروشنده و با مسئولیت خود من، مسئولیتی خودم متقبل شدم، مقرر گردید که پول به حساب مثلا آقای فلانی نزد بانک فلان به شما حساب فلان واریز گردد. در صورت لزوم پرداخت به شخص ثالث حتما قرارداد سه جانبه باید تنظیم بشه، یعنی شخص ثالث هم بیاد پای قرارداد رو امضا بکنه. رسید، فاکتور رسمی و مستندات دقیق
برای هر تراکنش مالی با اهمیت باید داشته باشید که فردا بتونید جواب مراجع زیرربط رو بدید. از درگاه‌های رسمی بانکی استفاده بکنید. گاهی ما درگاه‌های غیر رسمی هم داریم، مشکلات اونچنانی به وجود نمیارن، ولی گاهی برای شما یه لینکی رو برای پرداخت میفرستن که شما میری اونجا کدت رو وارد، شماره آبربانکت رو وارد می‌کنی، CCV تو میزنی، حالا رمزات و بقیه موارد و تاریخ‌ها و اینا رو وارد می‌کنی، رمز یه بار مصرف می‌زنی، ولی هیچ وقت مشخص نمیشه که اون لینکی که برای شما فرستادن به کدوم حساب وصله، آیا به حساب شخص اصلی است یا به حساب دیگرانه. این رو باید چک بکنید. همیشه در این گونه موارد وقتی مشکوک میشید، وقتی میخواید تصمیم مهم بگیرید، پیامدهای حقوقی اون تصمیم رو باید بررسی بکنید و با وکیل مشورت بکنید. وکیل میتونه به شما در این حوزه کمک بکنه، قبل از معامله راه درست رو نشون بده، متن قرارداد رو جوری بنویسه که پرداخت‌ها پوشش داده بشن، اگه اختلافی پیش اومد با مستندات کامل از شما دفاع بکنه. شاید پرداخت به شخص ثالث تو نگاه اول بی اهمیت باشه، ولی همین کار کوچیک میتونه به قیمت از دست رفتن پول، ورود به دادگاه یا حتی پرونده‌های کیفری تموم بشه. لطفاً همیشه شفاف و قانونی معامله کنید. مشورت با وکیل، ثبت رسمی مدارک و دقت در پرداخت‌ها بهترین سپر شما در برابر مشکلات جدی است که امروزه در بحث معاملات به وجود میاد. موفق باشید. خدا نگهدار.